همزیدین نجمیدینوف عروبکش بازار شاه منصور است. مسیر معمولی راه این مرد 58 ساله و مکان کارش امروز از حوزه آوازدهی می‌گذرد. زنک پاسپورت من بیار و انتخابات میرم. از 3 عضو قابل رایدهی در خانواده او یگانه نفر است که در رایپرسی شرکت میکند. پسر بزرگ و نانآور او 2 سال پیش در روسیه هلاک شد و حالا همه تصمیم گیری ها و بار زندگی بر دوش این مرد است. یه بچه‌ک دارم، یه بچه‌کم خیلی شی در روسیه مردش آوردن مردم تونه. من بنده سوختگی داری درگاهم جانم شبی چیکار کنم؟ 100 بار شکری موسپیدم، 1000 بار شکر زندگی من پیش برده است. راه دور مردک میره و کاغذا رو میپرته میگردم میبیام. مال خطرناک به خدا نظر نزدیک. مال. او در برابر هزارها شهروند تاجیکستان راه سوی قطعه آوازدهی پیش گرفته است. از خانه همزیدین تا به قطعه نزدیکترین رایدهی 4 کیلومتر راه است. او درباره بندهای دیگرگونی به قانون اساسی آگاهی ندارد. مسئولین برایش ترغیب کردند که اگر به طرفداری آواز دهد زندگیش خوب می شود. خب برای محله ما ممکن مکتب کنم، ممکن سادی شود. همه جا پلان ده هست که من همه جا دو خونه بود کلیش کردم که همه جا سادی میشه. انا خالی کلینیک میشه خواهی مکتب پایین تاج مکتب میشه. همه خیلی مورد وعده کردم. مثلا آواز رفته آوازیه زمین ما میبینیم جو بجو میکنه همه جا اونجا توشه همه جا بیابودی میشه محله دار. برای جلب رای دهندگان در این قطعه رایدهی سرایندگان سرودخوانی میکنند. همزیدین امکان زیاد ایستادن در این معرکه را ندارد. او باید سر کار رود تا بگاه به خانواده‌اش نان ببرد. در بازار کاری او از پوشیدن خلعت کاری آغاز می شود. همزیدین 2 سال است که در بازار شاه منصور دوشنبه عروبکشی می کند. او پیشتر راننده بود اما پس از مرگ پسرش در روسیه در بینایش ضعف پیدا شد و توان رانندگی را از دست داد. با همه مشکلات در کار او از زندگی خود راضی است. همین جنگ جنجال نشه و هم ترق پرق پرون نشه خلق یا علاج که زندگیش پیش میبره. الحمدلله شکر خدا که همین تینجی اساس تینجی آرامی باشه همین مملکت یا کار میکنه یا تا گروسکی یا تا رو میگیره یا زندگیش پیش رفته.